بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین نهایت محترم. امید است که صحتمند باشین. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 12 در خدمت شما هستیم. اگر یادتون باشه فصل اول کتاب 12 مربوط به علم ژنتیک هست. ما جلسه سوم فصل اول را با هم دیگه بحث میکنیم و مطالبی که در این جلسه براتون در نظر گرفتیم بحث صفات متقابل یا الیل ها هست. در ادامه مربع پونیت یا جدول ضرب ژنتیکی را با هم دیگه مورد مطالعه قرار میدیم و نهایتا نسل دوم را با هم دیگه آشنا میشیم. صفات متقابل یا الیل ها. الیل ها اگر در جلسات گذشته با ما همراه بودین یا تا هست درباره صحبت شد. باز هم امیدوار هستیم که مطالب جلسات گذشته را مسلط شده باشین و به جلسه سوم وارد شده باشین، چون مباحثی که در جلسات امروز و جلسات آینده گفته میشه بر اساس جلسات اولیه چیده شده و کاربرد اونا در اینجا بسیار زیاد هست. الیل ها یا صفات های متقابل آن صفاتی است که اگر در این تصویر نگاه کنین ما تنوعی در درون موجودات میبینیم. اگر باز همون مشونگی که در نظر بگیریم که آقای مندل مورد مطالعه قرار داده بود، رنگ گلبرگ سفید میتونه باشه، ارغوانی باشه، میتونیم بگیم پس اون نباتی که رنگ گلش ارغوانی هست او الیل رنگ ارغوانی رو با خود داره و به همین ترتیب سایر صفات هم به همین ترتیب است. اگر پس توجه بکنید در رنگ گل ما رنگ ارغوانی و رنگ سفید داریم، الیل ها اینها متقابل حساب میشن. در بحث دانه ما دانه سبز داریم، دانه زرد داریم، الیل ها اینها نسبت به هم دیگه الیل های متقابل یا صفات متقابل نظر گرفته میشه. دقت کنید که مثالی که گفتم حتما در ذهن بسپارید. خب این مثال های دیگه است که میتونه مطرح باشه. دقت داشته باشین نکته اول را، در شکل ظاهری نبات فقط یکی از دو صفت میتونه بروز کنه. ببینین وقتی که یک نبات را در بیرون میبینین دانه او مشونگ یا سبز است یا زرد است. این یک ویژگی است، این صفتی، اما میتواند در درونش الیل سبز هم باشه الیل زرد هم باشه. پس شکل ظاهری را ما یا میبینیم سبز است یا زرد است. یکی از صفتهای متقابل بروز پیدا میکنه. نکته دوم، در شکل ظاهری امکان دارد دو صفت غیر متقابل بروز کند. مثلا دانه داشته باشیم که هم سبز باشه و هم صاف باشه. دانه داشته باشیم که هم زرد باشه هم صاف باشه. دو تا صفت کاملا مجزا از هم دیگه در یک دانه وجود داره. خب این هم امکانش وجود داره. پس در این دانه سبزی که صاف هست دو صفت متقابل وجود داره، یکی صاف بودن و چنبلک بودنش و یک رنگ سبز یا زرد بودنش. خب هیچ منافاتی هم با هم دیگه نداره، میتونه یک نبات هر دو صفت در درونش ببینیم. خب صفت های متقابل اگر نگاه کنین همون مثال نمونه و نکته دو که گفتم اینجا شما ببینین این موجود دانه داره که صاف است، در این حال چیه؟ زرد است. این دانه هست که هم سبز است و هم صاف است. دو تا صفت غیر متقابل را داره، هیچ مشکلی نداره و در اینجا توجه شوشن هم صاف میتونه، هم چنبلک هست هم زرد هست. پس در شکل ظاهری امکان داره دو صفت غیر متقابل با هم دیگه به وجود میاد. پس صفات های غیر متقابل چی؟ یعنی رنگش و شکلش، کوتاه بودن بوته، مثلا پوشش زرد باشه، خب اشکال هم داره، هیچ مشکلی هم نداره، بلکه بیشتر از دو صفت هم میتونه براش به وجود بیاد. خیلی خوب، این هم مطلب بعدی، اصطلاح ژنوتایپ و فنوتایپ رو دقت کنین. ژنوتایپ ما وقتی که بیایم او صفاتی که در روی کروموزوم وجود داره بخوایم نشان بدیم اون رو با حروف انگلیسی نشان میدیم. این توجه کنید، این حشره که در اینجا وجود داره، این حشره بنا به نوع بالش متفاوته. اگه نگاه کنید نوع بال یکیش خرد است یکی کلان است.
خب اینا یک صفتی است که از والدینش به ارث رسیده. میخوایم ببینیم خب کدام یک از اینا از نظر ژنتیک و از نظر ژن ها چطور است. خب اگر توجه کنین روی ژن ها ما قسمت S و S داریم. این اصطلاحاً وقتی که با حروف انگلیسی نشان بدی ایره میگیم ما چیش نشون دادیم؟ ژنوتایپش نشون دادیم. آیا ژنوتایپش از نوعش هر دوش کلانه، هر دوش خورده، رابطه قالب مغلوبیش به چه ترتیب است؟ خب خالص است یا ناخالص است؟ هتروزایگوس است یا هوموزایگوس است؟ این اصطلاحاً بهش میگیم ژنوتایپ. پس در ژنوتایپ ما میتوانیم نوع آلل ها را ببینیم. اصلا به ظاهر کار نداریم. اما همین حشره در نظر بگیرین، بالش خرد است یا بال کلان است. ظاهری که ما داریم میبینیم میره بهش میگیم فونوتایپ. در این تصویر بعدی نگاه کنید، در قسمت پایین، در این قسمت شما چیزی رو که میبینین رنگ زرد رو میبینین و صاف میبینین. صاف بودن و زرد بودن اینا فونوتایپ است، شکل ظاهری است. اما از نظر چه ژن هایی در وجود بی کلان بی کلان بی کلان بی کلان، اینها میشن چی؟ ژنوتایپ. ژنوتایپ و فونوتایپ حتما دقیق باشین، خیلی کاربردی است. مثال شده میشن ژنوتایپ والد یک، اگر ژنوتایپ یعنی چی؟ میخوایم با حرف انگلیسی نشون بی صافه. صاف یعنی چی؟ یعنی فونوتایپش صافه. خب ژنوتایپ والد دو میتونه بی بزرگ باشه و فونوتایپش بگه نگاه کنین صاف است. ژنوتایپ اینا میشه چی؟ فرزنده میشه بی صاف چی است؟ فونوتایپشون است. خب پس واژه ژنوتایپ و فونوتایپ با هم دیگه آشنا شدیم. فونوتایپ هم قیافه و شکل ظاهری هست. در این تصویر اگر نگاه کنین رنگ ارغوانی که وجود داره مربوط به فونوتایپ. میگیم چی؟ فونوتایپ رنگ ارغوانی داره. اما اگه بگیم ژنوتایپ میگیم آقا نسل اول تویشان بی کلان داره، بی کلان بی خرد داره، بی کلان بی خرد داره و بی خرد داره. این بحث آخری که داریم میگونیم وقتی میگیم حروف انگلیسیشه و علل هاش داریم معرفی میکنیم، ما ژنوتایپش داریم مطرح میکنیم. پس ژنوتایپ و فونوتایپ را هم در نظر داشته باشیم. فونوتایپ های یکسان میتوانه دارای صافی باشه. ببینیم ما میبینیم یک دانه، دو دانه، سه دانه، اینها همهشون صاف است، اما اینا میتونه ژنوتایپاش با هم دیگه فرق کنه. پس فونوتایپ های یکسان که مثلا صافی رو در نظر بگیرین میتونه ژنوتایپ های کاملا متفاوتی داشته باشه. این هم از نظر رابطه فونوتایپ و ژنوتایپ. آخرین بحثی که در این جلسه با هم دیگه بحث میکنیم که فوق العاده اهمیت داره و در حل مسئله برای ما خیلی کارآمد هست، مربع پونیت هست یا جدول ضرب ژنتیکی یا پاند اسکوئر که اصطلاح مربع پونیت از نام کاشفش و ابداع کنندش در نظر گرفته شده. کنید یک دانشمند بیولوژی که انگلیسی است، ایشون بحث روابط بین والدین و تشکیل گامتشان و در نتیجه نسل اول، نسل دوم، نسل سوم را در داخل یک جدول آورد و مطالعهش فوق العاده راحت‌تر میشه. ما در اونجا میتوانیم نتایج ممکنه از القاح را به راحتی ببینیم. جدول پونیت تزویج مونوهابریدی را میتونه در درون شما داشته باشین. والدها را دارای دو آلل مختلف یا هتروزایگوس را با تی کلان تی خرد نشان میدیم. والد میتواند دارای دو آلل یکسان باشه و قالب، دقت کنیم، و قالب. وقتی میگیم والدهای دارای دو آلل یکسان یعنی هر دوش یا تی کلان باشه یا تی خرد باشه. ولی وقتی قالب را بهش اضافه میکنیم یعنی منظور میاد که هر دو تی کلان دارن، هوموزایگوس قالب هست، میتونه هر دوش یکسان باشه اما چی باشه؟ مغلوب باشه. تی خرد و تی خرد این هم هوموزایگوس هست اما نوع مغلوبش هست. و بحث تزویج دای هیبریدی، ترای هیبریدی و پلی هیبریدی را هم میتونیم در جدول پونیت ترسیمش کنیم. با هم دیگه جدول پونیت را روی یک نمونه کاربردی با هم مرور کنیم. در بحث تزویج مونوهایبریدی یعنی چی؟ یعنی یک صفت فرق داشته باشه. والدهای ناخالص یعنی چی؟ یعنی بی کلان مثلا بی خرد، ای کلان ای خرد، دی کلان دی خرد، فرق نمیکنه با هر حرف انگلیسی که نشان بدین. اینا هتروزایگوس هستند. میخوایم این جدول را
رسم کنیم. دقت کنین آلیل هایی که در اینجا داریم خیلی مهم است. وقتی میگیم هتروزایگوس یعنی آلیل ها شبیه هم نیستن، یکی کلان هست و یکی خرد. وقتی که تی کلان استفاده میکنیم میتوانند نشان دهنده یک آلیل قد بلندی باشه که غالب هست. تی خرد آلیل قد کوتاه بودن اون نبات هست. خب جدول رو ترسیم کنیم. اگه جدول رو ترسیم کنیم میبینید شما در این جدول شما یک قسمت افقی دارین، یک قسمت عمودی دارین. جن هایی که مربوط به قسمت مؤنث هست در این قسمت نوشته میشه. جن هایی که مذکر هست مربوط به موجود مذکر هست در این قسمت نوشته میشه. خب اگه نگاه کنین ما گفتیم چی ان اینا؟ هتروزایگوس هست. پس باید تی کلان تی خرد باشه، این هم تی کلان تی خرد باشه. خب گمت هایی که تولید میکنه مشخصه، این گمت و اینم گمت. و در نهایت القایشون داریم که شما در نتیجه القا این میتونه با این القا پیدا کنه، جوابش میاد اینجا و این قسمت میتونه اینجا بیاد، جوابش در این چهارخانه قرار میگیره. همین القا را در اینجا هم داریم، این با این در نتیجه جوابش اینجا میاد و تی خرد با تی خرد جوابش در اینجا قرار میگیره. خب این نحوه پر کردن جدول پونیت هست. شما از این جدول الان میتوانید تجزیه و تحلیل کنید که چه ژنوتایپ هایی و چه فنوتایپ هایی را میتوانید داشته باشید. خب اگه توجه کنید در کنار جدول ها چنین چیزی هم نوشته میشه. شما خلاصه ای از ژنوتایپ و فنوتایپ در این قسمت و تناسب هایش میتونید ببینید. احتمال ها رو با هم دیگه مرور کنیم. تی کلان اگر یاد باشه ای تی کلان یعنی ژنوتایپ، پس میگیم ژنوتایپ تی کلان 1/4. اینا از نظر فنوتایپ چیه؟ خالص قد بلند، اینا از نظر بوتا کلان هست. ژنوتایپ دیگه ای که داریم تی خرد هست و نسبتش 1/4 و فنوتایپش اگه نظر بگیری اینا قد کوتاه هستن. و تی خرد و تی کلان 1/4 اینجا داریم و 1/4 اینجا داریم که با هم جمع میشه 2/4. اینا هم بشه 2/4 نسبتشون و اگر توجه کنین اینا فنوتایپشون قد بلند است. این جدول برای ما خیلی از اطلاعات مهم ژنتیکی را میتونه بده. خب تناسب اگر توجه داشته باشین تناسب میشه به 1 2 و 1، اما از لحاظ فنوتیپ 3/4 و 1/4 است. 3/4 قد بلند میشه، 1/4 قد کوتاه. در اینجا قد کوتاه فقط چی هست؟ هم تی خرد است. بقیه همه چون تی کلان داره و تی کلان غالب هست، همه صفت غالب بروز میکنه و فنوتایپشان قد بلند خواهد بود. خب در بحث نمونه انسانیش دقت کنین. نمونه انسانیش ما این گوش انسان، این که انتهای گوش قسمت پایین چسبیده باشه یا آویزان باشه، این را یک جن مشخص میکنه. و رابطه قالب مغلوبی هم وجود داره. وقتی که این گوش قسمت پایینش آویزان باشه، این یک رابطه قالبی جا وجود داره. وقتی که چسبیده باشه مغلوب است. میتوان از جا بگیم کسی که گوشش به قسمت سر چسبیده باشه و قسمت آویزان نداشته باشه، این از نظر ژنوتایپ چیه؟ خالص هست. اما مثلا فرض بگیم تی خرد با تی خرد میتونه باشه. خیلی خوب در جدول ببینیم الیل هایی که وجود داره. میخوایم با حرف F نشان بدیم. شما با هر حرفی نشان بدیم مشکل نداره، اصلا با A نشان بدیم، با B نشان بدیم، هیچ فرقی نمیکنه. ما با F نشان دادیم. F کلان یعنی آلیلی که نرمه باز گوش داره، این قسمت نرمه گوش آویزان باشه. F خرد یعنی آلیلی که بسته، آلیل نرمه گوش بسته داشته، باید چسبیده باشه. این رابطه قالب مغلوبی که وجود داره. خب دقت کنین ما در حالتی میخوایم چیکار کنیم؟ به اصطلاح هتروزایگوس بررسی کنیم. F کلان F خرد، F کلان F خرد. خب گمت هایی که تشکیل میشه مشخص است. اینا گمت های ما هستن، باز هم جدا میشن. قوانین مندل اینو میگه و اینا میتونن لقاح پیدا کنن. این قسمت با این قسمت میاد اینجا، این قسمت و این قسمت در اینجا، قسمت F خرد اینجا با F خرد کلان اینجا
نتیجهش اینجا خواهد آمد و F خرد با F خرد نتیجهش در این 4 خانه قرار میگیره. شما الان میبینید نسل یکم یا F1 تشکیل شد. احتمال ژنوتایپش به هم بررسی کنیم. F کلان از 4 تا موجودی که اینجا به وجود اومد یکیش هست، پس 1/4 میشه. اینا قاعدتاً از نظر ژنوتیپ یا ژنوتایپ FF هستن، حرفای کلان دارن و از نظر فونوتیپ اینا چی هستن که موجودات هستن که گوششون حالت نرمه باز داره. خب در قسمت F کلان F خرد داریم، اینا ناخالص هست. ژنوتایپشون من نظر من چیست؟ در بحث ژنوتایپشون ناخالص، اما در قسمت فونوتایپشون نرمه گوش باز دارن. چرا؟ چون علل غالب در اینجا وجود داره، F کلان وجود داره و او ژنوتایپ دیگه ای که ایجاد میشه F خرد هست. خب این خالص مغلوب اصطلاحاً گفته میشه. ما بحث ژنوتایپش مطرح کردیم الان و نرمه گوش بسته دارن. این قسمت منظورمان فونوتایپش است. خب این تجزیه و تحلیلی که از جدول پونت میتونه داشته باشین، تناسبش هم 1-2-1 هست، اما بازم فونوتایپ رو نگاه کنین 3/4 به 1/4 هست که لزوماً ژنوتایپ و فونوتایپ تناسبشون یکی نیست، میتونه متفاوت باشه. خیلی خوب، نسل دوم در نظر بگیرین. نسل دوم این صفات در نظر بگیرین. رنگ سیاه موش با حرف A کلان، پس نشان میده که A که نشان دهنده یک صفت غالب هست مربوط به رنگ سیاه موش است. وقتی رنگ سیاه و سفید داشته باشیم، سیاه نسبت به سفید چیه؟ غالب هست. موش رنگ سفیدش مغلوب حساب میشه. خب حالا موش سیاه خالص A کلان، موش سفید خالص A خرد و موش سیاه خالص A کلان A خرد. این ژنوتایپ هایی که میتونه وجود داشته باشه. حالا میخوایم نسل دوم را تشکیل بدیم. توجه کنین، نسل اول را داریم اینجا. نسل اول را گفتیم ای والدها A کلان A خرد هست، یعنی هر دوشون خالص هست، اما یکیش غالب و یکی مغلوبی. خیلی خوب، ما تمام ژنوتایپ هایی که در نسل اول داریم از نوع A کلان A خرد هست. تمامشان از این است. 4/4 A کلان A خرد. اینا میخوان تشکیل F2 بدن. چه اتفاق میفته؟ خب یکی از اینا والد مذکر قرار میگیره، یکی از اینا والد مؤنث قرار میگیره. خب ژنوتایپ های مؤنث مذکر که مشخص شد، ما گمت ها رو مشخص میکنیم. گمت A کلان A خرد و به همین ترتیب در نهایت القاء اینا رو داریم و جدول پونت کامل میشه. اگر نگاه کنین در اینجا شما تناسب ها رو میتوانین به راحتی به دست بیارین. جدول پونت بر شما کمک میکنه که بتوانین نسل 1 و 2 و نسل های بعدی رو ایجاد بکنین و راحت‌تر بتوانین حساب کنین. بحث ما در این قسمت تمام میشه. وارد سوالای کنکور میشیم و مرور میکنیم بحث امروز ما. سوال 1. اگر یک موجود زنده عللهایشان متفاوت باشد نسبت به همین ناخالص به یکی از نام‌های زیر گفته میشه. گفتم اگر چی باشه؟ عللهایشان متفاوت باشه، اصطلاحاً بهش میگیم هتروزایگوس. خب در اینجا ما هتروزایگوس را نداریم، پس جواب هیچ کدام باید درست باشه. بله، هوموزایگوس داریم، اینا عللهایشان مشابه است. هتروزایگوس میشه دارای عللهای متفاوت، در گزینه‌ها موجود نیست، پس گزینه هیچ کدام درسته. در علم ژنتیک یا وراثت شکل ظاهری به کدام نام ذیل یاد میشد؟ شکل ظاهر همون فونوتایپ بود، میتونه زرد باشه، سبز باشه، کوتاه باشه و انواع صفت‌ها. پس فونوتایپ یا شکل ظاهری با هم یکی است. سال بعد، ژن‌های جوره به کدام نام یاد میشود؟ خب اگر یادتون باشه که هیچ کدام از اینا نیست. خب به پایان بحث امروز رسیدیم. امید است که این جلسه مفید باشه. بازم تاکید میکنیم اینها مبانی و اصطلاحاتی است که برای جلسات آینده کاربرد داره. حتما تسلط پیدا کنین و با تسلط به این مباحث وارد جلسات بعدی شوین. شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.